در مورد تصوف الان قطع نظر از این که این تصوف از چه ماده‌ای گرفته شده و به چه معنایی هست که برخی از آن را از ماده صوف گرفتند به معنی پشم، چون که متصوفین زمان قبل در واقع لباسشون پشمینه بود، به این خاطر این نام بر اونها در واقع اطلاق شد. یا اطلاقات دیگری هم در این زمینه گفتند که از صفا هست و از موارد دیگر. قطع نظر از این که معنی صوفی چه باشد و از چه کلمه اشتقاق شده، تصوفی که به معنی تزکیه و احسان هست، به معنی این که انسان رذایل اخلاقی رو از وجود خودش بیرون ببرد و فضایل اخلاقی را جایگزین بکند، ارتباطش با خلق الله متعال و با خالق متعادل و بر حسب دستورات اسلام و احکام شرعی باشد، که همان وظیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یکی از رسالت‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم همین تزکیه بوده که اصحاب خودش را تزکیه بکند، و عملا هم رسول الله صلی الله علیه و سلم با بهترین روش و حکیمانه ترین اسلوب توانستند که مردمان عربی را که هیچ گونه فرهنگی رو نداشتند و اون گونه که حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه اونها را در دربار پادشاه حبشه معرفی کرد که قوی حق ضعیف را میخورد، رابطه خویشاوندی در میان نبود، به الله متعال کفر میکردند و بزهکاری و فساد در میان جامعه عرب قبل از اسلام منتشر بود. اما با این وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شدند و اونها را تزکیه کردند، همان کسانی که دیروز راهزن بودند امروز در واقع سالار و سرور کاروان و جامعه بودند. کسانی که قبلا جاهل بودند عالم شدند، کسانی که قبلا ظالم بودند دادگر و عادل شدند، و این اثر تربیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. و در مورد ارتباط با خالق هم رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث بسیار معروف و مشهوری که معروف است به حدیث جبرائیل، وقتی که حضرت جبرائیل علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردن اخبرنی عن الاحسان، احسان یعنی چی؟ احسان رو به من معرفی بکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احسان که بالاترین درجه قرب به الله متعال هست، بالاترین درجه معنویت هست، بالاترین درجه حس به اصطلاح حضور الله متعال در قلب هست، حضور قلب در عبادات هست. این است که انسان الله متعال را به گونه عبادت بکند که گویا الله متعال را می‌بیند. و اگر به این درجه نرسیده و نمیتواند چنین تصور بکند، قطعا بداند که الله متعال او را حتما می‌بیند. اگر به اصطلاح نمازی رو در محضر الله متعال بخواند، به چه گونه باید زیبا باشد، همیشه این تصور رو در ذهن خودش داشته باشد. این بالاترین درجه تصوف به تعبیر به اصطلاح صوفی ها یا همون احسان و تزکیه هست که در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و آیات قرآنی وجود داره. اما تفاوت اساسی که در میان منهج و روش و اسلوب رسول الله صلی الله علیه وسلم، مایی که یا کسانی که امروزه ادعای تزکیه دارند، ادعای معنویت و روحانیت دارند، ادعای تصوف دارند، باید بنگرند که روش رسول الله صلی الله علیه و سلم برای تربیت، برای تزکیه، برای بالا بردن معنویت اصحاب گرامیش چی بوده. ما بیاییم از همون سنت و از همون روش در واقع پیروی بکنیم، نه اینکه هر کسی بلند بشود برای خودش یک طریقه خاصی را ابداع و اختراع بکند، از کار هر به اصطلاح پیری متفاوت با پیر دیگر باشد، که از کار که متاسفانه در این زمین از کاری هستند که ثابت نیستند از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. مؤثرترین از کاری هستند که رسول الله
الله صلی الله علیه وسلم همیشه ورد زبانشون بود و به اصحاب خودشون آموزش میدادند. پرمحتواترین و پرمعناترین اذکار همون اذکاری هستند و جامعترین دعاها همون دعاهایی هستند که رسول الله صلی الله علیه وسلم میخواندند و به اصحاب خودشون میآموختند. امروزه اگر ما میخواهیم که به مقام والای احسان یا تزکیه برسیم یا این که اسم خودمان را صوفی گذاشتیم، باید بر نقش قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل بکنیم. متاسفانه امروزه برخلاف تصوفی که در قدیم بوده، بسیاری از خرافات و بسیاری از بدعات به نام تصوف در میان مسلمانان متاسفانه رواج پیدا کرده. بدعت‌های بسیار زیادی هست و خصوصا غلو و افراطی که در مورد پیر و مرشد باید داشته باشند و بگونه‌ای که در برابر حرف مرشد ولو اینکه برخلاف دستور شریعت باشد یک مرید حق ندارد که اعتراض بکند، یا احیانا به مریدها میگویند که شما باید همیشه پیر خودتان رو تصور بکنید. انسان حتی جایز نیست که رسول الله صلی الله علیه وسلم را در هنگام انجام اعمال تصور بکند، چه برسد به یک پیری رو که بعد از 1400 سال بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم اومده. ما باید در باب تصوف حضور الله متعال را در ذهن خودمون و در قلب خودمون تقویت بکنیم، نه اینکه بیاییم که پیر خودمان را و مرشد خودمان را در واقع تصور بکنیم. شرکیاتی که در این زمینه متاسفانه ناخواسته یا خواسته ایجاد شده در دایره تصوف، مانند رفتن سر قبرستانها، استبداد از مردگان و اون گونه که در میان اهل تصوف مشهور هست، عرس قبور میگیرند و جشن میلاد برای مردگان میگیرند، یا طواف بر روی قبر هست و کسب فیض به گفته خودشون از مرده کسب فیض میکنند و بسیاری دیگر از این خرافاتی که متاسفانه در حد شرک میرسد. و بسیاری از مذاهب فلسفی باطل در میان تصوف متاسفانه با ایجاد شده، مانند بحث وحدت الوجود یا بحث حلول و اتحاد و بسیاری دیگر از افکار زنادقه که متاسفانه در باب تصوف ایجاد شده. از اینها که بگذاریم، تصوف اگر معنیش تزکیه باشد، اگر معنیش احسان باشد، اگر معنیش پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد، هیچ گونه اشکالی ندارد. اما تصوفی که امروزه هست و آمیخته با این خرافات و این بدعات و شرکیات هست، این برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست و برخلاف روش به اصطلاح بزرگانی هست که به عنوان بزرگان تصوف معروف شدند. بزرگان مانند شیخ عبدالقادر جیلانی و دیگران موحد کامل بودند، متبع و پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. هر پیری و هر طریقتی که برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، اون در واقع از دیدگاه اسلام مردود هست و جایز نیست که انسان خودش را این گونه چشم و گوش بسته در اختیار یک پیری قرار بدهد که اون را از مسیر و راه و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم منحرف می کند. جزاک الله خیرا جناب مولانا.